سلام بچه ها، دوباره اومدیم با یه ویدیوی آموزشی دیگه. بچه ها ویدیوی قبلی گفتیم که چجوری آیپد ویو رو فعال کنیم و خیلی از بچه ها گفتن که آیپد ویو وقتی استارت میکنیم میپره. میخوایم اینو درستش کنیم از تو خودی پابجی موبایل. پس لایک و ساب یادتون نره. بریم برای آموزش. اول بچه ها بریم وارد پابجی شیم که بهتون نشون بدم چی کار باید بکنیم. بچه اینم بهتون بگم که اگر لایک ها این 300 تا بشه ویدیوی بعدی همین دینس خودمو براتون میذارم. نگاه کنین دینس همون تو لابی 47 این روم 20 خود روم بزنیم. ببینید اولین گزینه همین گزینه است، همینو دیسیبلش میکنیم و دومین گزینه این گزینه است. نگاه کنید اینو میذاریمش رو سی. برو بالاتر اینو هاش سی. خب حالا بیایم بیرون، کلا پابجی رو میبندیم که بچه بهتون نشون بدم که بس اون قبلیه برای یه سری گوشی ها کار نمیکرد ولی این برای همه گوشی ها کار میکنه. البته به گوشی من کار میکرد و سری بچه ها گفتن کار نمیکنه. این دیگه به همه گوشی ها کار میکنه، خیالتون راحت. پابجی موبایل بچه نگاه کن جای دستام چجوری رو گوشی مونده. نه بابا داشت. اوکی اینم آیپد ویو. بچه ها گفتن استارت کنیم میپره. الان من استارت میکنم ببینیم میپره یا نه. بچه های فوش ندیم میپره، به خدا نمیپره. شاید بعضی از گوشی ها شاید نشه ولی به 99% گوشی ها میشه. اوکی نگاش کن اینا بچه بینم آیپد ویو. تنظیمات دیگه خودتون میدونید به هم میریزه، باید درستش کنین اینا. این هم از این. بذار تو کلاسیک هم برم چکش کنیم که بعد بچه ها فوشمون ندن. همینجا بابا بذار اینو غیر فعال کنم که سوده بره. دیگه بچه خدایش یه لایک بزنید. یه لایک چیزی ازتون کم نمیشه. ایناهاش عشق کنید بچه ها، عشق کنید. فعلا خداحافظ.